الهی بمیرم که دلت تنگ شده. فقط میتونم بپرسم دلت دقیقاً واسه چیش تنگ شده؟ واسه گلایی که هیچ وقت واسط نخرید؟ گل چیه؟ واسه محبتی که ازش ندیدی؟ یا اهمیتی که هیچ وقت بهت نمیداد؟ یا نه واسه کادویی که هیچ وقت واسط نخرید؟ یا قرارایی که هیچ وقت نبردت؟ نکنه واسه این که بقیه رو به تو ترجیح میداد دلت تنگ شده؟ شرط میبندم واسه جاهایی که هیچ وقت نبردت هم دلت تنگ شده؟ واسه دعواهایی که مقصر بود و تهش طلبکارت بود چی؟ آخه یا نه واسه دروغ گفتناش، دروغایی که صاف صاف تو چشات نگاه میکرد و میگفت چی؟ واسه تیک و تاکایی که با بقیه میزد چی؟ همونایی که همشونو پاک میکرد، همونایی که فکر میکرد تو هیچ وقت متوجه نمیشی، واسه اونام دل تنگ شده؟ آره؟ چی بگم بهت؟ اینقدر تو رابطه خوردت کرد که باورت شد بیارزشی، اینقدر تحقیرت کرد که آخرم باورت شد باید به کمترین چیزا قانع باشی. بیا اینم نتیجهش، دلت واسه آدمی تنگ شده که حتی یه دلیلم نمیشه واسه دلتنگیت پیدا کرد. بیا اینم نتیجهش، دلت واسه آدمی تنگ شده که حتی یه دلیلم نمیشه واسه دلتنگیت پیدا کرد.